مدل از خونه هایی که من به عنوان مشاور املاک نمیخرمشون و پیشنهاد میکنم شما هم سمتش نرید. 1. خونه ای که مشکل حقوقی داره، به درد سرش نمیارزه، لطفاً کلاً فراموشش. خونه ای که نور طبیعی نداره یا کم داره، این خونه نه بهت انرژی میده، نه برای فروش برات مناسبه و نه حال خوب بهت میده. این موردم از لیست انتخابات خط بزن. شماره 3. خونه ای که مشکل ساختاری داره، فاندیشن پرابلم. اصلا این موضوع رو دست کم نگیر، میتونه یک کابوسی بشه برای خودش. حتما با توجه به اینسپکشن ریپورتی که بهت میدن مطمئن شو که هیچ مشکل ساختاری در خونه نیست. شماره 4. آن پرمیتد رینوویشن یا بازسازی بدون مجوز. در آینده برات مسائل قانونی ایجاد میکنه و هزینه‌های زیادی ممکنه درگیرت بشه. من به شخص خونه‌ای که نقشه و لی‌آوت بدی داره، البته اگه قابل درست کردن نباشه. و یادت باشه خوشگلی خونه کافی نیست.